میخوایم امروز طریق نصب دگمه مگنتی روی کیف مرواریدی رو داشته باشیم. همونطور که میبینید دگمه های مگنتی داره 2 تا پایه هستن، یک سمتش برجستگی داره و یک سمتش فرو رفتگی. اونی که برجستگی داره روی در کیف نصب میشه و اونی که داره یه حفره روی بدنه کیف. بریم که طریق نصبش رو یاد بگیریم. من این کیف 2 تا دگمه میخوام براش کار بذارم. دگمه یک سمتش رو کار گذاشتم و طرف دیگر رو برای شما آموزش میدم. شما نقطه‌ای که قراره دگمه‌تون رو مد نظر، اگه قراره یه دگمه کار بذارید که باید وسط درتون رو پیدا بکنید و گل 4 تاییتون رو انتخاب بکنید و نصبش کنید. من اینجا چون باید قرینه عمل بکنم، نقطه مقابل این، یعنی اینجا 3 تا مهره رد کردم، بعد دگمه رو نصب کردم. اینورم همین کارو میکنم، 1 2 3 نخ ماهیگیری رو از این نقطه رد میکنم. یعنی ما قفلمون قراره توی این گل 4 تایی انجام بشه و نخمون از توی هر 4 مهره باید توی هر مرحله از یکی از مهره‌ها رد بشه. الان من نخو از این مهره رد کردم. حالا قفلمون رو پایه هاشو خم میکنیم. میتونید با انبر دست هم استفاده کنید به این صورت. این طرفش هم همینطور. دو تا حفره توش ایجاد شده، یکی این و یکی. محکمش میکنم. نخ ماهیگیری رو از یه سمتش، این نخ رو از این ور میارم، نخ بعدی رو جهت مخالف رد میکنم به این صورت. نخ رو میکشم. ببینید قفل اینجا قرار. این سر نخ رو از این مهره پایینی رد میکنم و این سر نخ رو از این مهره بالایی رد میکنم. ببینید تا الان 3 تا از مهره های ما نخ ازش عبور کرده. تو حرکت اول نخ از این مهره رد شد. بعد از اینکه نخ رو از داخل دگمه عبور دادیم، از یکی از حفره‌ها نخ رو از این 2 مهره رد کردیم. حالا نخ رو از این حفره دوم روی دگمه، یک سر نخ رو از این سمت و سر دیگر رو از این سمت درست مخالف هم دیگه رد میکنیم به این صورت. و حالا مهره 4 باید نخ ازش عبور کنیم. این نخ از این سمتش میره، نخ مقابل جهت دیگه وارد میشه تا دگمه‌مون محکم بشه به این صورت. حالا نخ رو باید از توی مهره رد کنیم، به هم برسونیم و گره بدیم. دو سر نخ رو از توی مهره رد میکنیم به این صورت. همین که 2 سر نخ به هم رسید، الان ما 2 تا نخمون به هم رسید. یه گره میزنیم، نخمون رو محکم به این صورت. یه گره دیگه. خب حالا باید این گره رو ما بین مهره ها مخفیش کنیم.
نخمون رو از همون نقطه‌ای که آوردیم وارد میکنیم. وقتی ما این نخ رو محکم بکشیم ببینید این گره بین مهره مخفی میشه. ببینید دیگه گره اصلا مشخص نیست، گره بین حفره داخل مروارید مخفی شد. حالا دو سر نخ رو بین مهره رد میکنیم اضافی شد و یکی دو دور بین مهره که رد کردیم جهت محکم کاری اضافی نخ رو با نخچه میچینیم. به این صورت این اضافی شو با نخچه میچینیم. این سرم همینطور بین یه چند تا مهره ردش میکنم. اینطوری دیگه خیلی راحته که باز نخواهد شد. به این صورت یه چند تا مهره که رد کردیم بعد اضافه نخ رو میچینیم. تا همینجا کافی. اضافه نخ رو میچینیم. این از این سمت و حالا این سمتش رو میایم در کیف رو میبندیم. درست نقطه ای که قراره این کیف درش بسته بشه رو مشخص میکنیم، میشه این کن. حالا من با قشنگ قرینه باشه با این سمت میام انتخابش میکنم. ببینید اینجا میشه گفتم از این سمت همینطور به صورت مخالفه هم، یعنی یه سر از این سمت میاد یه سر هم از این سمت. ببین و دوباره انجام یه چک میکنیم ببینیم قفلمون سر جایش قرار گرفته یا نه. همون مراحل رو مجددا اجرا. نخ رو از این مهره پایینش رد میکنیم، نخ پایین رو، نخ بالا رو از نقطه بالایی و حالا حفره‌ای که گفتم دومین حفره بود به صورت نخ رو مخالف رد میکنم. از مهره آخرم عبور میدیم. یه بار از این سمت و نخ بالا رو از بالا
چک میکنیم ببینیم درست انجام دادیم یا نه. درست. نخ رو به هم میرسونیم، از توی مهرها رد میکنیم میرسونیم، گره میدیم و اضافی نخمون رو از بین مهرها رد میکنیم و با نخچین میچینیم. این از آموزش امروزمون. امیدوارم که راضی بوده باشه. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.